من دمی روزا از طریق اینترنت مشاهده کردم که جماعت انصارالله در ماه می جنایت بزرگی را انجام داده. یک تعداد مسلمان را به قتل رساندگی. آیا در کدام قرآن، در کدام قسمت قرآن کریم باشه که انسان بکشه؟ به نام جهاد، به نام این و آن که نام میگیرین مسلمان میگه که ما جماعت انصارالله هستیم. من فکر نمی کنم که انسان به قتل برسانه. این یک جنایت است. این یک گناه بزرگ است که در بشریت انجام میده. این از این جمله شما به حساب که بزرگترین شما یونس است، مهدی است، اینا کجا انسان بودن؟ کجا همون شرافت داشتن؟ این کجا به نام اسلام بودن که اینا کشته شدن؟ یعنی من قسم شما هم کشته میشین، نیست میشین، نابود میشین. نخواد برای انسان ضرر برسانین. شما در این تاجیکستان چه خدمت کردین؟ شما امروز که در اون طرف مهاجر هستین به قتل رسانده مردم ها را، کجا اوجا شما مسلمان میشه؟ خدمت شما در کجاست؟ آیا کشتن انسان این خدمت است؟ آیا کشتن انسان به شما افتخار است؟ نه خیر، نه. شما به حد نامسلمان هستین، به حد بیرحمین. شما ذاتا انسان نیستین. اگر شما ذات انسان باشین با انسان ها زندگی کنین. این ظلم است، این شکنجه است، این فجایع است، این بدبختی است. این شما برای بشریت زیان میرسانین، بشریت برهم میزنین. شما باید خدمت داشته باشین، خدمتگار خلق و مردم باشین و مردم خدمت بکنین که یک آدم بگه آفرین. لیکن نه، من که به اینترنت مراجعه کردم دیدم سر تا آخر شما به حد از طالب بدتر شما خائن هستین. شما فجایع بزرگ را انجام دادین. نخواد اون انسانی که شما به گردن زده او را نیست و نابود کردین، اونا چه خواد گفتم و خیش قوم اقارب از او. برای شما لعنت، برای شما من صدها مراتب میگم لعنت به شما که امروز قاتل تمام مردم هستین. اگر شما بشریت هستین، شما اگر واقعا مسلمان هستین، اسلام درک کردگی، به اسلام مراجعه کنین، نه به انصارالله. شما به نام پرده اسلام که انصارالله خدمت کننده که الله برای شما خدمت میکنه. لیکن نه، شما برعکس، شما برای مردم فجایع را انجام میدین. این جنایت بزرگی است که شما در او وطن انجام دادگی. من 100 بار برای شما میگم که لعنت به شما میفرستم. من بسیار دوستایی داشتم که در دور اطرافم بود، اونا لعنت میگه. ممکن تمام خلق و مردم برای شما لعنت بفرسته. بگذار من یک چیز برای شما آرزو و توقع دارم. اگر انسان هستین، اگر شیر انسان خوردگی، اگر او پدر و مادر برای شما شیر حلال، نان حلال داده، تربیه کرده، شما پس دوباره به خلق و به مردم خود مراجعه کنید. بروین به مردم یک جا شوید، برای در بین مردم، در بین خلق زندگی بکنین. این آبرومندانه است. آبرو عزت در اینجا میشه. زندگی برای چی است؟ زندگی برای همین کوه گشتن است، برای قشلاق گشتن است، برای دره و بیابان گشتن است. شما بین در شهر، در جایی که انسان است، در اوجا زندگی کنه، با مردم زندگی کنه که افتخار بگوی مردم برای شما افتخار کنه که فلانی امروز آمد افتخارانه زندگی میکنه. لعنت من میفرستم برای شما. باز هم من اگر میلیون ها مراتب لعنت بفرستم کم است برای شما. این جماعتی که داره، این جماعتتان یک جماعت قاتل، فجایع و بسیار رنجاور است. بگذار خداوند او کسایی را که از دست شما به
خاک خون کشیده شده، خداوند جنت فردوس برای اونا میخوایم و برای مرده های شما لعنت میفرستم، به زنده های شما لعنت میفرستم که شما از شیر و به حساب از خون طالب و قاعده تربیه شده. شما بسیار ظالم شدگیستین. اونا ظالم همون وطن هستن، شما هم همون ظالم همین وطن و همون وطن شدگی. شما رانده کشورین، شما رانده در کجایی که باشه شما رانده شده گفته میشوین. برای چی؟ برای ازی که شما با خلق نیستین، شما دشمن خلقین، دشمن انسانیت هستین، دشمن خلق و مردم هستین. نه دولت شما را میخواه، نه خلق میخواه، هیچ کس شما را نمیخواه. برای چی؟ شما قاتلین. ما دزد و کیسبه را نمیخواهیم، شما خود قاتل و قاتلین، جنایتکارین. من در آخرین صحبت زیاد دارم که من صحبت بکنم، لکن من کمش برایتان میگم. در آخرینش برای شما باز تکرار برایتان لعنت میفرستم، مرگ برای شما، که هیچ وقت تاجیک به این حالت، به این فجایع نمیرساند. تو رفتی با تاجیک خود تو جان و قربان بگو که او مردم در آغوش خود بگیردتان. اگر شما را به دست بگیرن، ممکن گوشت شما را ششلیک و کباب کنن. شما بگذارین که وقتی که در اونجا برابر میشین، خلق و مردم دست و پایتان ببوسه بگو این انسان ها که ای از تاجیک دفاع میکنه. ما اوجا چال داریم، اوجا خون میباره، در او وطن خون میباره. او طالب چی کرد؟ بعد پدرک او طالبش لعنت به او هندوستانش، به او پاکستانش که برای ما را همین تو مردم ما را به حساب ارسال کرده. امروز درد سر ما شدگی. جهان میگه که چرا جنگ ختم نمیشه؟ جنگ ما ختم نمیشه برای ازی که هند و پاکستان برای ما روان میکنه. تربیه هند و پاکستان است، تخمش اونجا کش کردگی. امروز ریشهش باز میبینی که چه میشه آخرش. ریشه هند و پاکستان است که امروز درد سر برای ما قرار گرفته. امروز جوانای ما کشته میشه، پیرای ما کشته میشه، مرد و زن کشته میشه. آیا اونا بشریت نیستن؟ آیا اونا حق و حقوق زندگی را نداره؟ دارن. بگذارن که انسان زندگی کنه، بشریت زندگی کنه. برای پول مبارزه میکنین، برای پول تلاش دارین، برای پول همین نام میگذارین. اگر همین پول نباشه شما هیچ کسی نیستین. لیکن پول حرام برای همه تو انسان های حرام در کار است. شما حرامین، پول حرام برای شما در کار. بگذار همین حراما نیست و نابود شود، بخوریشش کنده شود.